یعنی اگه من جای اونا خونده بودم سعی می‌کردم پناهندگی بگیرم تو همون عربستان و دیگه نگردم. نمیذاری بیسکویتمو بخورم دیگه. اولا که شمایی که با عوض شدن یه نخست وزیر تو انگلیس و یه رئیس جمهور تو آمریکا خونه به دوش میشید و آویزون این کشور به اون کشور میشید برای پناهنده شدن، آخرش هم از استودیو میاد مثلا الان قهوه خونه است داری میگیری دیگه، قهوه خونه برنامه ضبط می‌کنی، کلا باید دنبال این باشی که با عربستان هم رایزنی کنی برای پناهنده شدن. البته فقط در جریان باشید عربستان تا الان که جنگل طبیعی نداره، هرچی مصنوعیه. شما هم به نظرم تو جنگل طبیعی خیلی بهتر میتونید سر صدا کنید و از درخت‌ها برید بالا و زندگی کنید دیگه، راحت باشید. اول همه که عراقچی گفته به هیچ کس اجازه نمیدیم جلوی داداچی بودن ما عربستان رو بگیره. دم عربستان هم گرم، امسال حجو خوب مدیریت کرده. خندش چیه؟ ما با عربستان بد میشیم، شما داد و هوار را میندازید، ارزه نداره جمهوری اسلامی با همسایه‌اش رابطه داشته باشه. خوب که میشین برمیگردید میگید ها چی شد، مگه قرار نبود در پرچم آل سعودی فلان مثلا. دیوونه اید دیگه، اصلا دیوونه اید. منفعتتون تو اختلاف ما با هر کشوریه. بنابراین تا چشتون درات آقای عراقچی هم به نظرم خوب مدیریت کرد، اینجا دم به تله امثال شماها نداد. خود سرپرست حجاج ایرانی هم گفته من خدایی پرچم ریخت دیدم اون بابا اون حرفا رو زده، لانتونی اونجا عربستانه، سوئیس نیست که. خدایی برگاه خود شما هم ریخت. یعنی وقتی تو قلب عربستان یکی رفت، حاجی قاسمیان رفت، شروع کرد از فسادی که تو عربستان واقعا هم هست صحبت کرد، برگاه امثال شماها هم ریخت. به نظر من رئیس سازمان حج تعریف کرده از آقای قاسمیان. میگم آقا تلویحا هم شده بیاید 2000 از این یارو حمایت کنید. این که از والله نماند اثری از آل سعودی یهو اینجوری شیفت کردید و هر کاری که عربستان بکنه درستم، یکم خیته ها. حرف در میارم براتون بعدنا. میگم نفله این که در عرض 48 ساعت با رایزنی‌های مداوم کنسولگری ایران تو عربستان و پیگیری‌های مردم و حمایت‌های مردم حاجی قاسمیان برگشت ایران، برای شما زرزرکنای اسطوره‌ای دنیا یکم خیته ها. این تصاویر همش ثبته ها. بعد مجبوری ما بیایم اینجا فیلم تو بذاریم، طبق معمول اسباب خندمون هم که فراهمه، بیسکویت بخوریم بهت بخندیم. حالا بدبختی اینجاست که حتی ارزشی‌ها و انقلابیام گردن نمیگیرن این سفید توپلی رو. گردن گرفتیم، آوردیمش ایران. سفید توپلی دوست داشتی نه؟ برو یکی دیگه رو پیدا کن. حاجی بر خودمونه، پیش خودمونه، اومده اینجا ادامه میده امثال تو رو میچزونه، میسوزونه. مغز ندارید دیگه، قشنگ کویر لوته. خوش شده دفعات ضایع شدنتون از تعداد مشتای محمد علی کلی به کیسه بوکس و حریفاش تو این چند وقت بیشتر شد. حالا اینکه چرا ارون نمیرید من نمیدونم.